سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگانی که همکنون ما را از چینل های خودتان میبینید، یا از یوتیوب یا فیسبوک یا اینستاگرام یا تلگرام یا از هر چیز دیگری که در اینترنت یا هر جای دیگر در گوشی وصل است میبینید. عرض سلام و ادب خدمت تمام شما. همونطور که مستحضر هستی، معمولا هوا در کشورهای اروپایی همیشه سرده و به خصوص در هلند یکی از کشورهای سردسیر اروپایی است که به خصوص در فصل زمستان همیشه سرد و سردتر میشه و همکنون همینطور که شما مشاهده میفرمایید، بنده با کمک دوستان و خانواده اینجا کرسی به یاد قدیم ها کرسی گذاشتیم که خیلی هم لذت بخش و خوشایند است. بعد به همین تناسب خواستیم که یک کلیپی از خودمون ثبت کنیم و به یاد و قدیما که دور کرسی نشسته بودیم و کماکان شعر و شاعری میکردیم، اختلاط و خنده و جوک و چیزهایی بود که در زمانهای قدیم دور هم نشسته بودیم لذت میبردیم از این زمانها. و همچنین به یاد همو قدیما خواستیم که اینجا همو رسم و رسومات و یا همو خاطرات قدیم رو زنده کنیم. بعد به همین مناسبت کرسی گذاشتیم که همکنون ما در زیر کرسی نشستیم. همینطور که شاید به تصویر زیاد مشاهده نکنید، متوجه نشید و در انتها خودم اینجا رو درست نشون میدم به دوربین که چطور ما طراحی کردیم و چه کارایی کردیم. همونطور که خودتون مستحضر هستید، در این شب‌های زمستان و این کرسی گرم، آهنگای سنتی سرزمین‌های مثل ایران، افغانستان پر از خاطره میسازه برای آدم و این شب‌ها با این آهنگای سنتی محلی، با این کرسی، با این چای زعفرانی داغ، بی برو برگشت که یک شعرم میطلبه در این فضا. و همکنون سعی میکنم که یکی از این شعرها را انتخاب کرده و برای شما بخوانم. همینطور که مشاهده میفرمایید، کتاب رباعیات خیام هست که بنده هم عاشق شعرهای فارسی از جمله خیام، حافظ، مولانا و بقیه اساتید و از شاعرای بزرگ هستم. برای شما یک شعر را به خوانش میگم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. انشالله که هر کجا که هستی جور و صحت و سلامت باشی و همراه دوستان فامیل زمستان سرد را
در کنار دوستان با گرمی سپری کنید و ما را هم دعا بفرمایید. اگر دوست داشتید باز هم از این تو کلیپ ها و در این شب‌های سرد و از شاعرهای دیگه در شب‌های مترادف باز شعرهایی رو به خوانش میگیرم و همینطور در کنار در زیر همین کرسی در هوای سرد و کرسی گرم و دلهای گرم شما. تا درود دیگر، بدرود.